بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، امروز با یک جوان معرفی شدیم که مدت زیاد نمیشه که در سویدن زندگی میکنه، تقریبا 1 سال و 8 ماه شده. بسیار یک جوان فعال. میایم که از خودش بشنویم. السلام علیکم عزیز. سلام علیکم و همچنین سلام خدمت بینندگان برنامه شما. و امین گوهری هستم. مدت 1 سال و 8 ماه که در سویدن آمدیم و از مدتی که آمدیم اینجا اولین سوالی که در ذهن خود از من شخصا خلق شد همین بود که آیا کدام مرکز فرهنگی در جزیره گوتلند وجود داره یا خیر. به خاطر از اینکه ما هیچ زمانی که اینجا آمدیم هیچ کس پیشواز ما نیامد، هیچ کس کمک نکرد ما و ما مانده بودیم که باید چگونه مثلا می مشکلات خود را حل کنیم و هیچ جای را یاد نداشتیم که مکتب کجاست، فروشگاهش حتی کجاست و حتی کتابخانه اینجا کجا قرار داره. بنابراین ما از اول که آمدیم در فکر میزی بودیم که یک مرکز فرهنگی اینجا باید احداث شه، به خاطر از اینکه مردم جزیره گوتلند از خشکی بسیار دور است و نزدیکترین جایی که ما همیشه با اونا در ارتباط هستیم همین استکهلم یا نیناسام است که تقریبا 3.5 ساعت با کشتی متاسفانه فاصله داره و یک هزینه بسیار گزاف داره. بنابراین با چند تا از دوستای خود در کمپی که زندگی میکردیم شروع کردیم کارهای فرهنگی را تحت هیچ گونه نامی نبود. ما از کمپ یک به نام گوستاسفیک یاد میشد. اونجا شروع کردیم کلاس‌های شبانه را، حتی که با خانواده زبان سویدنی را، در حالی که اون موقع اصلا هیچ گونه مثال نه سوینسکا 5000 بود نه سوینسکا 1000 بود، هیچ گونه منبعی نداشتیم و ما سعی میکردیم همون چیزایی که در رادیو کورشت اونجا برای ما تعلیم میدادن اما رو بیاریم با فامیل ها داخل خود کمپ اینا را شریک بسازیم و تانستیم فعالیت های خود را از همونجا استارت بزنیم. بعد از آمدیم گفتیم که ما باید تمام مهاجرینی که در گوتلند هستن یک رقم با هم دیگه ادغام بکنیم و اونها رو بخوایم که دست هم داده و بتونه که هر کدامشان در جایی که هستن یک سفیر فرهنگی بسیار خوب برای کشور خود باشه. به خاطر از اینکه ما و شما از یک جایی آمدیم که متاسفانه هیچ گونه شرایط یا مثلا مو زمینه‌ها فراهم نبود برای اینکه ما و شما نشان بدیم که یک جوان افغانستانی واقعا چقدر میتونه توانمندی داشته باشه و اگر واقعا حمایت‌های دولت ما و شما باشه بسیار راحت ما میتونیم در زودترین فرصت ممکنه در جایی دست پیدا بکنیم و دسترسی پیدا بکنیم که حتی خیلی قبطی از جایگاه ما و شما رو بخورن. شما در صحبت نگفتین که شما چی فعالیت های با جوانان جور کردین؟ ما فعالیت بسیار زیادی رو داشتیم در این مدت 1 سال و 8 ماه ورشون. از اون جمله ما میتونیم بگیم در مراسم های بسیار مهم که در جمعتری ما و شما مهم است، مثل عید مبعث، مثل عید نوروز و مراسم های از این گونه و حتی ما تصمیم رو داشتیم که یک تورنمنت هم به مناسبت روز استقلالی افغانستان حتی برگزار بکنیم که متاسفانه به دلایل و همکاری نکردن کمونی گوتلند نشده، ولی ما پلان‌های بسیار کلان داریم، بسیار کلان که حتی ما پلان نظری داریم به خاطر که موقعیت جزیره گوتلند یک موقعیت بسیار خوب است برای توریست ها و ما می‌خوایم که حتی از طریق امیزی تریبون اعلان کنیم در ژورنالیست ها و همچنان در آرتیستایی که معروف کشوری ما و شما است، از خواننده‌هایش که دعوت کنیم که بیاید از این جزیره واقعا استفاده بکنه. چون وقتی ما با مردم سویدن صحبت میکنیم از ما سوال میکنه که آیا شما کدام خواننده مشهور، کدام بازیگر مشهور دارید یا نه، آیا شما کدام دستاوردی داشتید یا نداشتید. و ما بسیار همین پلانا رو داریم که انشالله در آینده نزدیک مطمئنا ما میتونیم اونا رو با کمک هم دیگه و البته با حمایت مردمی که در گوتلند هست ما حمایت از اینا رو بیشتر میخوایم که انشالله بتونیم دو اهدافی که تعریف کردیم در اونا انشالله در زودترین فرصت ممکنه دست پیدا کنیم. بسیار خوب. و نگفتین که تقریبا چقدر عضو اتحادیه شما دارین؟ مرکز فرهنگی افغانستانی های گوتلند زمانی که آغاز کار کرد فقط 5 نفر بودیم، ولی به قول حول الهی ما تانستیم تقریبا با جرات میتونم بگم بالای 200 نفر چه در داخل خود گوتلند و حتی خارج از گوتلند ما مخاطب داریم و برنامه این را یعنی مستقیما دنبال میکنه. خیلی از مراسم ها را اونا خودشان مستقیما با هزینه شخصی خودشان میای و اینجا اشتراک میکنه و در خیلی از قسمت ها ما مشورت های خارج از گوتلند هم میگیریم.
بسیار خوب. اگر بگوین که در سویدن میفهمین که جوانایی که آمدن پس افغانستان به زور میفرستن، روان میکنن، دیپورت میکنن. این جزیره گوتلند که هستن، این تو اتفاقی خود نفتن هنوز که جوانای افغانستان به زور دیپورت کنن. قوانین از این جزیره چه قسمی هستند؟ این فرق میکنه با شهرهای دیگه سویدن؟ قسمی که خود شما در جریان هستید، در کشور سویدن و اکثر کشورهایی که ما و شما در اروپا آمدیم و زندگی میکنیم و بودوزیست داریم، قوانین برای همه جایش یک رقم است و جزیره گوتلند هم تابع تمام قوانینی که در استکهلم و اجرا میشه در اوپسالا یا مثال در دیگر شهرها. و یکی از نکات خیلی خوب که میتونم اینجا بگم برای شما اینه که خوشبختانه تا مکنون هیچ گونه دیپورتی از داخل جزیره گوتلند به صورت اجباری، چه مثال جوانایی که تنها آمدن و چه فامیل ها، شکر تعالی نداشتیم موردی که مثال اینا را به اجبار دیپورت کرده باشه. داشتیم خانواده که به میل و سلیقه خودشان اینا برگشتن در افغانستان، ولی شکر خدا تعالی هیچ گونه زور و اجباری در رابطه با اینکه مثال کدام شخص را بخواد از اینجا کمونی گوتلند یا پلیسی گوتلند اینا دیسکیر کنه و بفرسته و دیپورت بکنه طرف افغانستان، شکر خدا اتفاق تونست نیفتاده و امیدوارم که هیچ وقت به هیچ جایی از این کشورهایی که ما و شما آمدیم و فعلا به خاطر حفاظت جان خود اینجا آمدیم، ان شاء الله که هیچ وقت اتفاق برای ما و شما نیفته. بسیار خوب، امیدوار هستیم. و در آخر با اون جوانایی که در سویدن مثل خودت واره نه قبول هستن، قبولم نشدن، با اونا چی مفکوره میتین؟ شما چی کاری کردین که همه اتحادیه امروز که انجمن دارین 300 نفر که شما گفتین که عضو دارین، چی مفکوره با اون جوانا میتین؟ من فقط میگم که یک دست هیچ گاه صدا نداشته. یعنی اگر یک دست شود دو دست، دو دست شود سه دست، اگر ما و شما بخوایم قدرت یک فردی خود رو مد نظر بگیریم در مقابل قدرت جمع، هیچ وقت چیز نبودیم و نمیتونیم باشیم. ولی اگر ما دست وارث جان بگیریم، دست رو بالای شانهش بگیریم، دست رو بالای شانه که دیگه بگیره، و وقت ما میتونیم یک اجتماعی رو به وجود بیاریم که نه تنها قدرت‌های اروپایی بلکه تمام قدرت‌های ابرقدرت‌های دنیا تا نمیتونه در مقابل عزم و اراده ملت افغانستان استادگی بکنه. و من از جوانانی که تازه آمده و میفهمم که اینایی که در ایران زندگی کرده، اینایی که در پاکستان زندگی کرده و جوانایی که از داخل خود افغانستان از جنگ و انتحاری و بدبختی فرار کرده که آمدن اینجا خودشون در یک جای برسونه، همین قدر پیام دارم که اگر میخواین که یک زندگی خوب و آرام داشته باشه و یک سفیر فرهنگی مؤثر و مهم و البته مثبت برای کشور افغانستان باشه، خواهش میکنم از ایشان تمام کارهایی که مثبت اثر انجام بدن، بیان در مرکزهای فرهنگی جذب شوند در حد توان خود. اگر اما الف رم یاد داری میتونید کسی که مؤلف یاد نداره یاد بده، این خودش میشه کار فرهنگی. کار فرهنگی این نیست که ما و شما بریم گپ بزنیم، نه، کار فرهنگی از خود تو شروع میشه. اگر امروز تو یک کاری بدی را از خود از وجود خود راندی، او کار فرهنگی برای خودت و این میتونه گسترش پیدا بکنه و در اجتماع به، در خانواده به و در یک جامعه به و بعد از یک کشور به. حتی تشکر یک جان، موفق باشین. زنده باشین. تشکر از شما که آمدید. ان شاء الله که یک آینده خیلی خوب برای شما می‌خوایم و بازم امیدوارم که از این تریبون می‌خوایم استفاده بکنیم و بگیم در او از همکارا و دوستایی که مدت طولانی‌تر در اینجا آمده. ما که آمدیم اینجا جدیدیم، نمی‌فهمیم که چه رقم کار باید بکنیم، نیاز همکاری داریم، نیاز مشاوره داریم و می‌خوایم که یک پل فرهنگی از این جزیره گوتلند در اقصا نقاط از کشور سویدن زده شود و ما بتونیم در برنامه‌ای که در اکثر جا پیاده میشه یا برگزار میشه، ما یک سهم حداقل به اندازه خود داشته باشیم. بازم تشکر میکنم از خودت وارث جان که اومدی، بسیار خوش شدیم که با شما آشنا شدیم. ان شاء الله که باشه در آینده بتونیم با هم دیگه از خبرهای خوبتر، از برنامه‌های خوبتر و از اینکه افغانا که اینجا آمده می‌خوایم بگیم که در گذشته بودیم ولی حال هیچ چیز شاید نباشیم، ولی ما می‌خوایم بگیم که آینده در دست تمام جوانای افغانستان است، تمام عرصه‌ها از عرصه‌های فرهنگی گرفته تا ورزشی و اقتصادی و سیاست دیگر. تشکر یک جان، موفق باشین. تشکر. موفق باشین. تشکر.